صبح 11 یونی سال 2024 ساعت 09:13 دقیقه به وقت محلی در مرز تاجیکستان و ازبکستان باز یک زمین لرزه با اقتدار بیش از 4 بال طبق جدول ریختر رخ داده است. این حلقه دومین زمین لرزه در همین موضع در 2 روز گذشته است. پایگاه‌های زلزله‌نگاری که هر زمین لرزه رخ داده در سیاره را پیگیری و ثبت می‌کنند خبر دادند که مرکز زمین لرزه اخیر که با اقتدار 4.2 بال طبق جدول ریختر در عمق 25 کیلومتر رخ داد در ولایت ختلان تاجیکستان جایگیر شده بود. مرکز پیشبینی زمین لرزه های وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان که زمین لرزه ها در تمام آسیای مرکزی را پیگیری و ثبت می‌کند خبر داد که مرکز زمین لرزه در تقریباً 400 کیلومتری جنوب و غربی توشکند در حدود ناحیه شهرتوز تاجیکستان در نزدیکی مرز این کشور به ازبکستان جایگیر شده اقتدارش 4.3 بال بوده است. بنا به اطلاع زلزله‌نگاران ازبک اقتدار زمین لرزه در شورچه که از مرکز این آفت در فاصله 36 کیلومتر جایگیر شده است 2 بال و در دیگر ناحیه‌های ولایت با شهرتوز همسایه سرخنده‌رای ازبکستان تا 2 بال را تشکیل داده است. یادآور می‌شویم صبح 2 یونی سال 2024 ساعت 09:14 دقیقه به وقت محلی تقریبا در همین موضع مرز تاجیکستان و ازبکستان زمین لرزه با اقتدار بیش از 4 بال طبق جدول ریختر رخ داده بود. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تا حال درباره این 2 زمین لرزه اخیر یگان اطلاع نشر نکرده است. درباره خسارات و تلفات بر اثر این 2 آفت طبیعی نیز تا حال گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.